بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند بعضی از مردان را به خاطر شدت محبت به فرزندانش مورد لطف و رحمت خویش قرار می‌دهد. همان گونه که استحضاء دارید از 22 دی ماه لغایت 6 بهمن ماه 1403 کارزار رسانه‌ای شماره 4 والد آگاه و فرزند ایمن محبت کلامی به فرزند شروع شده است. در این راستا اورژانس اجتماعی شهرستان ملکان بنا به اهداف تعیین شده استانی و کشوری خود در نظر دارد سلسله مصاحبه‌هایی را با روانشناسان محترم داشته باشد. لذا در خدمت دوست عزیزمون جناب آقای دکتر رحیمی هستیم تا نظر خودشون رو در خصوص تاثیر محبت بر فرزندان در امر پیشگیری از اعتیاد بیان بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از آقای دکتر فرهنگی و مجموعه اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان ملکان. خب چند وقت پیش یک مراجعی به مشاوره اومده بود که متاسفانه مشکل اعتیاد داشت. لابلای حرفاش گفت که کاش پدرم فقط برای یک بار از پدرم میشنیدم که میگفت بهت افتخار میکنم. این جمله خیلی توجه منو به خودش جلب کرد. این که واقعا یک جمله، یک حالا کلمه از سمت والدین اینقدر میتونه برای نوجوان تعیین کننده باشه، برای سرنوشتش و تعیین مسیر زندگیش اینقدر تاثیرگذار باشه. والدین عزیز، حرفها و کلماتی که شما بیان میکنید به عنوان بذرهایی هستند که در ذهن و روح و روان فرزندان شما کاشته میشوند. حالا این بذرها آیا بذرهای امید، بذرهای اعتماد به نفس، حس ارزشمندی هست یا بذرهای شک و تردید و به نوعی ترس؟ خب ارتباط مثبت و محبت کلامی نقش فوق‌العاده‌ای در شخصیت فرزندان ما میتونه داشته باشه. ارتباط کلامی یک نشانه است. ارتباط کلامی وقتی وجود داره معلومه که در اینجا والدین با فرزندانشون ارتباط دارن. خیلی وقتا نوجوانان و کودکان ما وقتی دچار آسیب میشن که این ارتباط بین والدین و فرزندان قطع میشه. یعنی نوجوان هست اصلا با پدر ارتباط رو در رو نداره، به صورت غیر مستقیم از طریق مادر میبینی پیامهاش رو انتقال میده. بعد نشانه دیگری از این هست که اینجا ارتباط مثبت وجود داره، یعنی این والدین نسبت به فرزندان خودشون دید مثبتی دارن و به همین دلیل بهش محبت کلامی ارائه میدن و این باعث عزت نفس و افزایش اعتماد به نفس فرزندانشون خواهد شد که این هم به نوعی مانعی هست که این به سمت اعتیاد کشیده نشه. و نشانه دیگر این هست که در این فضا وقتی محبت کلامی بین فرزندان و والدین وجود داره، یعنی یکی از نیازهای اساسی نوجوان که احساس تعلق داشتن و احساس دوست داشته شدن هست از سمت والدین برآورده میشه و این واقعا به عنوان دقیقاً همان سپر محافظتی است که ما به دنبال اون هستیم. خیلی از والدین شاید به دنبال این باشن که نمیدونم فرزندم رو کنترل کنم، مراقبت کنم، نظارت کنم تا به سمت آسیب‌های اجتماعی نره. اما اصل اساسی و مهمترین اقدامی که اینا میتونن انجام بدن برقراری ارتباط مثبت، برقراری یک گفتگوی مثبت، محبت کلامی هست که میتونه خیلی کارآمدتر باشه. خب عزیزان، پس بهترین و فوری‌ترین اقدامی که میتونیم انجام بدیم چی هست؟ ببینید، مرور کنیم با خودمون، ببینیم آخرین باری که با فرزندمون محبت آمیز صحبت کردیم کی بوده. اگر زمان زیادی از این اتفاق میگذره از همین الان شروع کنیم. با فرزندانمون ارتباط مثبت برقرار کنیم و به نوعی اونها رو در مقابل آسیب‌های اجتماعی ایمن کنیم. آقای دکتر، سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ممنونم. خواهش می‌کنم.